بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا قتیل العبرات. ای کشته اشک ها، به نام تو سلام. بر شور محرم الحرام تو سلام. 72 گل به کوی تو پر شد، بر خاک همیشه لاله فام تو سلام. سلام خدا بر حضرت مصباح الهدی و سفینة النجات، و سلام به همه شما عزادارای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هم نفسای یاد خدا، بنده های خوب خدا. الهی که حالتون خوب باشه. با همه قلبم به محضر همه شما، به محضر امام زمانم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. فرارسیدن شب دهم رو، این غم‌انگیزترین شب و روز عالم رو که همه انبیا و ملائکه و اولیا و امامان و صلحا و شهدا در مصائبش اشک ریختند و روزخوانی کردند. شب فراق، شب مناجات، شب دعا، شب قرآن، شب مصیبت، شب عاشورا. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه السلام، و جعلنا و ایاکم من الطالبین بصاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. ثم اقتلاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينة، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونهيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان، فجاهدتهم بعد الإياز لهم وتأكيد الحجة عليهم، فنكثوا ذمامك وبيعتك، وأسخطوا ربك وجدك، وبدأوك بالحرب، فثبت للتعب والضرب، وتهنت جنود الفجار، مجادلا بذي الفقار، كأنك علي المختار، فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش، نسبوا لك قوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وأمر اللئين جنوده فمنعوك الماء وورودا، وناجزوك القتال، وعجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال، وبسطوا إليك أكف الاستلام، ولم يرعوا لك زماما. خیلی قبول باشه عزاداری هاتون، سوگواری هاتون. مملکت ما امشب، در همه مملکت ما، در این شیعه خانه اهل بیت، زنان و مردان و کودکان و همه
دلداده های ابا عبدالله الحسین علیه السلام امشب در مملکت ما سیاه پوشن، عزادارن و اشک میریزن در مصائب سید الشهدا. تبدیل به یک ماتمکده است مملکت ما، اما خوش به سعادت اونهایی که امشب کربلان و در شب عاشورا ظاهر امام حسین علیه السلام هستند. و کربلا چه کربلایی، چه کربلاست که آدم به هوش می آید، صدای ناله زینب به گوش می آید. امشب اونهایی که کربلا هستن حتما با گوش دل نواهایی رو میشنوند که ما از شنیدنش عاجزیم. امام صادق فرمودند کسی که شب عاشورا رو در کربلا بیتوته بکنه، فردای قیامت در حالی خدا رو ملاقات میکنه که در خون خودش غلطیده و مثل کسی است که در روز عاشورا در رکاب امام حسین به شهادت رسیده. امسال که نصیب و قسمت من و شما نشد، انشاءالله به دعای کسانی که امشب زائر با معرفت امام حسین هستن سال بعد نصیب و قسمتمون بشه. سلام علیکم و رحمت الله. حاج هدایت عزیز، عرض تسلیت. عزم الله وجوهکم. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. قبول باشه عزاداری هاتون. شب عاشوراست، شبیه که انصافاً سرهای قدسیان بر زانوی غم است. شبیست که انصافاً این معروفه، همه جا میگن، من هم میخوام یادآوری بکنم. علامه امینی فرمودن برای قلب مقدس امام زمان صدقه بدید. واقعیت اینه، برای سلامتی حضرت دعا بکنیم، چون مصیبت کربلا رو اگر کسی حقیقتش رو ببینه واقعا طاقت نداره و امام زمان علیه السلام واقعیت این صحنه رو دارن دائما تماشا میکنن. لذا حضرت فرمودن اگر اشکم تمام بشه خون گریه میکنم برای تو. لذا برای حضرت دعا بکنیم و به حضرت دائما نشون بدیم که یا لیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما. میدونین امام زمان علیه السلام برای شهدای کربلا فرمودن فزتم والله فزتم والله فزتم والله، به خدا قسم شما به اون فوز رسیدید. یعنی نشون میده آقا آرزوی یه همچین یاران با وفایی رو دارن. ما به آقا هی دائما بگیم آقا ما هم سعی میکنیم، تمام تلاش خودمون رو میکنیم که امشب قول بدیم، عهد ببندیم که میدونید امشب شب عاشورا، نمیدونم دلم نمیاد نگم، شب عاشورا از زینب سلام الله علیها به داداششون فرمودن که داداش به این یارات مطمئن هستی فردای مطلب تنهات نذارن، ما طاقت نداریم تنهایی تو رو ببینیم. امام حسین علیه السلام فرمودن که به خدا قسم لا اعلم اوفا منهم، یعنی من از اینا با وفاتر دیگه سراغ ندارم. داره که نافع شنید صدای از زینب کبرا سلام الله علیها رو، اومد در خیمه حبیب انگار از زینب نگرانه. حبیب اومد به همراه غیر بنی هاشم. شنیدن که بنی هاشم دارن به هم میگن که فردا ما از بنی هاشمیم، نباشه غیر بنی هاشم بر ما سبقت بگیرن، ما باید زودتر به میدان بریم. قبلش خود حبیب تو خیمه گفته بود اونا سادات هستن، بچه های امام حسینن، ماها بریم فدای اونا بشیم. اینجوری بود، این رقابت تو خیمه ها بود. از سابقون اولئک المقربون. خلاصه اومدن در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، من میگم در واقع یه بیعتی کردن با خواهر امام حسین علیه السلام، خیال حضرت رو راحت کردن. بمیرم برای زینب کبرا که خیلی التهاب داشتن توی این چند روزه. یکی از اون التهاب‌ها شب عاشورا بود، در واقع عصر تاسوعا. صدای همهمه‌ای از لشکر دشمن بلند شد. حضرت زینب نگران پیش داداششون اومدن، داداش صداهایی میشنوم. اینجا بود که امام حسین علیه السلام داداششون ابوالفضل فرستادن به سمت دشمن. عبارت امام حسین اینه: یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی ارجع الیهم، برو پیششون، فان استطعت ان تؤخرهم الی الغدوه، تا صبح ازشون یه فرصتی بگیر، و تدفعهم عنا العشیه، امشب ما میخوایم در خیمه ها باشیم، لعلنا نصلی لربنا اللیله، امشب ما میخوایم نماز بخونیم، امشب ما میخوایم مناجات بکنیم.
فالله فهو یعلم انی قد احب الصلاة له، من عاشق نمازم و تلاوت کتابهی و دعا و الاستغفار، من این 4 تا رو میخوام. ببین کل فلسفه قیام امام حسین اینه بندگان خدا رو آماده بندگی خدا بکنه. هدف خلقت چی بود؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این بندگی فردی و اجتماعیه، مجموعه جامعه رو بنده خدا بکنه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه همه مردم قیام به قسط بکنن. مقدمه این قیام به قسط چیه؟ این 4 تاست. مردم باید نماز رو جدی بگیرن، با قرآن ارتباط بگیرن. من یه خاطره شیرین شب عاشوراست از شهید عزیزمون شهید رئیسی که خاطرش از ذهن ما محو نمیشه. این آقای عبودتیان میگفتش که یه سفر مازندرانی برای خدمت و اینها رفته بودیم، بعد یه فاصله کمی 10 دقیقه یه رو ما بعد تو هواپیما میشستیم. من به این سید بزرگوار گفتم که سید 2 روز نخوابیدی، همینجا تو هواپیما سرتو بذار یه ذره بخواب. میگفت عموما رو عروسش برداشتم گذاشتم رو پای خودم که راحت بخوابه. میگفت یه ذره که سرشو گذاشت چشمش نرفته بود بیدار شد قرآن خوندن. بهش گفتم سید الان وقت قرآن نیست، استراحت بکن. گفت خدا شاهده وقتی چشام داشت میرفت یه لحظه به خودم گفتم خواب رو بعدنم میتونم انجام بدم، اما الان نیاز به قرآن دارم. من هر کاری که میخوام بکنم با این کلمات دارم انجام میدم، هر چه میتونم باید قرآن بخونم. اینا سیره اهل بیته. ببین امام حسین علیه السلام هر منزلی که میرفتن قرآن میخوندن، از مدینه خارج شدن قرآن خوندن. آیه سوره جریان حضرت موسی که وقتی حضرت موسی از مدینه خارج شد، سوره قصص، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. وقتی وارد مکه شد امام حسین فلما توجه تلقاء مدین، سر شهدا میرسید بالا سر شهدا، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. جوانش علی اکبر به میدان رفت، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. همینجوری آیات قرآن رو خوندن. به هر بهانه‌ای سر بالای نیزه رفت، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم تو تشت طلا قرار گرفت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. همینجور آیات قرآن میخوند. شیعه ابا عبدالله باید کارشو با قرآن تنظیم بکنه. اصلا امام حسین قیام کرد که آیات قرآن رو حاکم کنه. در ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اینا اقامه نماز میکنن. نکته بعدی هم دعاست، به معنی ارتباط با خداست. تو هر جایی هستیم این ارتباط با خدا یه جمعه یه حالت اجتماعی داره. این دائما همدیگر رو یاد خدا بکنیم و به خدا متصل بشیم. و استغفارم یعنی از خدا بخواهیم که این گناهان ما دست و پای ما رو نگیره برای یاری امام. استغفار یعنی ادامه گناه، امتداد گناه، آثار زشت گناه از ما برداشته بشه، بتونیم امامون رو یاری بکنیم. ما امشب هم یه نگاه ویژه‌ای کردن بهمون، تحویلمون گرفتن آقا امام حسین علیه السلام و یه هدیه از حرم مطهرشون برای ما فرستادن و آدم اینجوری شرمنده میشه. من خودم میگم حقیر که قابل نیستم، اما این هدیه به شدت ارزشمند رو امشب هم ما دریافت کردیم در برنامه یاد خدا که پرچم روی گنبد آقا امام حسین علیه السلام است. خدمت شما که متبرک بشید. این پرچم مدت‌ها روی گنبد حرم ابا عبدالله به اهتزاز در آمده، با خاک کربلا، با هوای کربلا عجین شده و حالا دست ماست و مالم به نیابت از شما، ما صدقه سری شما و به دعای شما این سعادت رو پیدا کردیم. میبوسم و از طرف شما زیارت میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بفرمایید. خواهش میکنم. شبی را شهدین در حرمش مهمان است،
امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. شبی را شهدین در حرم. شب عاشوراست امشب، شب عاشوراست امشب. کربلا غوغاست امشب. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم با همه وجودم فرارسیدن شب عاشورا رو به همه شما تسلیت عرض میکنم و از خدا میخوام که امشب رو و فردا رو برای ما یک شب و روز پرپیمون قرار بده، هم شور هم شعور رو برای ما فراوان قرار بده و اینها همه ذخیره مفیدی باشه، اولا برای ادامه مسیر زندگیمون و بعد قبر و قیامتمون. فرمایشات حاج هدایت در این 5 شب خیلی به ما در این مسیر کمک کرده و در این چند دقیقه آتی هم کمک خواهد کرد ان شاء الله. حضرت چند تا محور داشت فرمایششون. یک حلم ناصر ینصرنی، یه تقاضای عام برای همه تاریخ داشتن که بیاید امامتون در هر جای عالم هستید، در هر زمانی هستید، شما امام حق دارید و باید امام حقتون رو یاری بکنید. یه عبارت دیگه، وقتی صورت به زمین افتاد، از مرکب افتادن پایین، فرمودن که بسم الله و بالله و علی سبیل الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، که ما عرض کردیم تطبیقش دادیم با کشتی حضرت نوح که خدا در قرآن میفرماید هر کسی سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و این کشتی با ذکر بسم الله حرکت میکنه. سکون و حرکتش با این ذکره. ما گفتیم که همونجور که پیغمبر فرمودن ان الحسین مصباح هدی و سفینه نجات، حضرت میخواستن به عالم بگن که کشتی حسین همان کشتی نوح هست که با بسم الله حرکت کرد و خون امام حسین آغاز حرکت سفینه نجاته. تو هر جای عالم باشی میتونی به این کشتی خودتو برسونی، زمان و مکان نداره. کل ارضن کربلا و این کشتی از کربلا حرکت کرد و به سمت جامعه مهدوی امام زمان خواهد رسید. اون نقطه نجات عالم توی اون نقطه است و کشتی اونجا خلاصی کنار ساحل فرود میاد. نکته بعدی که عرض کردیم گفتیم که امام حسین علیه السلام فرمودن خون من از حرارت نمیفته حتی یبعث الله المهدی، و هر قیامی توی عالم اتفاق میفته، هر نهضت عاشورایی، این به برکت خون امام حسین علیه السلامه. یعنی آماده باش، همیشه من در جان تو زنده هستم و تو اون شعار من رو ادامه بده.
مثلی لا یبایع مثله. حضرت فرمودن مثلی یعنی تمام امتداد ابا عبدالله اینجوریه، با یزیدیان هیچ وقت بیعت نمیکنه، هیچ وقت دست گدایی جلوی ظالمین دراز نمیکنه. خیلی موضوع مهمیه. او همیشه دستش رو به خدا درازه. شما دعای عرفه امام حسین رو ببینید چی جوری داره با خدا مناجات میکنه، اما جلو یزید آنچنان عزتمندانه هست. هیهات من الذله، ما هیچ وقت زیر بار ذلت نمیریم. توی مرتبه آخر این موضوع رو گفتیم. حالا امام زمانی که خودشون بیان میکنن من دوست دارم تو رو یاری بکنم، من دوست دارم همراه تو باشم، شرط همراهی امام حسین چیست؟ امام حسین زنده است، خونشون هم امتداد داره، خیمهشون هم هست، چجوری بریم تو خیمه امام حسین؟ امام زمان 5 تا شرط بیان کردن. 1 سلام و عارف به حرمتک. 1 امام حسین رو بشناسی، حرمت امام حسین رو بشناسی. 2 المخلص فی ولایتک، اتصالمون رو با امام حسین از دست ندیم. ولایت یعنی اون حلقه اتصال، یعنی اون پیوند، یعنی اون همراهی. 3 المتقرب الی الله به محبتک، عشق و محبت اون رو به امام حسین کم نکنیم، همیشه پر از عشق بمونیم. 4 البریء من اعدائک، همیشه صفمون جبهمون رو با دشمنان امام حسین جدا بکنیم. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. و آخریش سلام من قلبه به مسابقه مقروح، درد ما درد امام حسین باشه، نه درد پول، نه درد دیگری، نه درد چی. ما تو مسیر امام حسین درد و رنجمون درد او باشه. لذا کودکان غزه رو دوست داریم به خاطر اینکه اینا مظلومن، مسلمان‌های مظلومن، یزیدیا دشمنان امام حسین دارن اونا رو اذیت میکنن. اما همه اینها آمادگی برای اینکه درد امام حسین تازه درک بکنیم. یه جمله راجع به درد امام حسین شب عاشوراست. توی یکی از این وداها بود حضرت فرمودن که فرتفعت اصوات النساء، اون زمانی بود که امام حسین علیه السلام فرمودن یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه علیکن من السلام. دیگه خدا حافظ ما رفتیم. داره که اسب امام حسین حرکت نمی کرد، ذوالجناح اسب عرب حرکت نمی کرد. امام حسین علیه السلام یه نگاهی کردن، دیدن پای اسب دخترشون سکینه وایساده و اسب به احترام دختر امام حسین جلوتر نمیره. حضرت یه نگاهی کردن، داره که سکینه سرشو کج کرد، یه نگاهی کرد گفت یا ابتا استسلمت للموت، یعنی بابا دیگه میری بر نمیگردی، تو دیگه تسلیم مرگ شدی. حضرت فرمودن که اینجوری خدا میخواد. اما یه جا دیگه داره که از سکینه دیگه طاقت نیورد، اونجا بود عصر روز 11 وقتی که بابا دیگه تکه تکه شده تو گودی قتلگاه. از زینب سلام الله علیها یه صحنه رو مشاهده کردن، دیدن سکینه خوش رو بابا انداخته، لذا خوشنو به گودی قتلگاه رسوندن. از سکینه تا عمه رو دید این سوال رو کرد یا عمتی هازا نعش من، عمه جان جسدی کیه اینجاست؟ من باور نمیتونم بکنم بابام باشه. لحظه آخرش اینه، اینقدر این دختر خودش رو محکم به جسد بابا چسبونده، داره فجروها عن جسد ابیها، اومدن با تازیانه، اومدن با نیزه اینقدر به این دختر زدن که بتونن دختر رو از پدر جدا بکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلی الله علیه ابا عبدالله. فرمایشات مجموع فرمایشات حاج آقا من یاد این چند کلمه سید